در تیزر قسمت جدید سریال خواهران و برادران می‌بینیم که تولگا بعد از مرگ لیلا کاملا به هم می‌ریزد و افسرده و خانه‌نشین می‌شود. اولجان و دروگ که متوجه وضعیت بد او شدند تصمیم دارند به او کمک کرده و او را از این حال و هوا بیرون بیاورند. در ادامه همچنین می‌بینیم که عمر متوجه نزدیکی عجیب و صمیمیت بین سرپ و سوسن شده و از سوسن درباره رابطه‌اش با سرپ توضیح می‌خواهد. اما سوسن که نمی‌تواند چیزی به عمر بگوید مرتب او را دست به سر می‌کند و همین باعث بی‌اعتماد شدن عمر به سوسن شده و عمر از او فاصله گرفته و جدا می‌شود. اورهان نیز گنول را طلاق می‌دهد. گنول هم برای انتقام از شنگول مینوبوسش را برداشته و از دره به پایین پرت می‌کند و انتقام سختی از شنگول می‌گیرد. در ادامه می‌بینیم که احمد رو به خانواده‌اش اعلام می‌کند که عمر باید پیش ما زندگی کند و اینکه می‌خواهد نام عمر را در شناسنامه‌اش و به عنوان پسرش ثبت کند. سرپ و شوال از این تصمیم احمد شوکه شده و می‌دانند که این یعنی قرار است به عمر هم ارث و میراث احمد برسد. از آن طرف آسیا و دروگ برای انجام کاری می‌روند، اما پلیس‌ها سر رسیده و مشخص می‌شود که کاری که انجام می‌دهند جرم است و پلیس‌ها آنها را دستگیر می‌کنند. بعد از آن نیز به کلانتری برده شده و زندانی می‌شوند. و در پایان نیز می‌بینیم که عمر و سرپ برای موتورسواری بیرون می‌روند و سرپ دستش را جلوی چشمان عمر گذاشته و مانع از تسلط عمر به جاده می‌شود و تصادف وحشتناکی برایشان اتفاق می‌افتد.